یا مانیتورهای ما و شماست. او در مقابل هان هی جو ورزشگر از کره جنوبی، ورزشگر 23 ساله، قهرمان آسیا در کارنامه اش دارد. سال 2017 هم بود که عنوان قهرمان آسیا را میان جوانان به دست آورده بود و شاهد قلنده را باشد. یکی از ورزشگرانی که اون از تجربه اشتراک در رقابت‌های منطقوی و جهانی را هم دارد. در مسابقات قطعوی در جام‌های آسیا بارها غالبیت به دست آورده است. فعلا با داشتن یک وضعیت قپیدن نامساوی در برابر حریفش با این روش از چنگ حریف خلاص شد. داور ینسیتسیق با سبب از مربع بیرون شدن به قلنده را و شاهده یک کارد زرد جزا میدهد. شاهده اکنون زید حمله، شاهده که تازه عنوان قهرمانی تاجیکستان را در کارنامه‌اش دارد، همچنین در رده‌بندی در مسابقات رده‌بندی تاجیکستان نیز بسیار درخشان ظاهر شد. اینجا به نظر می رسد در مقابل ورزشگر کره جنوبی با مشکل دست و پنجه نرم می کند. در بخش نوازه یا کار در زمین هیچ نتیجه نداد عملی ورزشگر کره هان هیو. برای شاهده در مقابل این گونه حریفان قامت بلند اصولهای پرتابی بالای شانه بسیار به مورد خواهد بود. ولی اگر تواند همان وضعیت قپیدن یا گرفتن را بسیار خوب کنترل کند، ببینید با دستی راست و با سمت چپ اجرای فنون یا همان اصول پرتابی را می کند و از به نظر می رسد که در برابر این حریفش از کره نیز شاهده هنرنمایی شایسته را منظور می کند. اگرچه از لحاظ داشتن قامت بلند ورزشگر کره یکم برتری دارد، ولی از لحاظ حرکات تا اینجا هیچ کمی در مقابل حریفش نشان نداده است شویره. ولی در بخش گرفتن، در وضعیت گرفتن و اینجا دفاع اگر به نتیجه باشد، ببینید داور با مربی ورزشگر کره یک توجه میکند به خاطر که او ادعا دارد تو همان لحظه گرفتن و ببینید چی اصولهای پرتابی سراپا در مد نظر میگیرد ورزشگر کره، ولی موفق نمیشود. در و شاهده هم اکنون در حال اجرای یک فند بالای شانه بود، یک فنون جذاب، ولی موفق نشد. شاهده که در تاجیکستان در رقابت‌های داخل کشوری هیچ حریف ندارد و یک اصول بسیار خوب دفاعی را در مقابل فشار حریف به کار گرفت، ولی روش یا فنون کار در زمین بر سودش شاهده در همین حالت نخواهد بود. و این حالتی که قرار دارد چون دستش هم از او دفاع میکند و رها می شود از این لحظه، ولی پایش را اگر گیرد حال شاهده تباه خواهد شد. در بخش کنترل حریف به تخت پشت ببینید و این میگن قدرت های جودوی جهانی. ثانیه ها یک وزری و دیگر نتوانست شاهده در حالی که در چنگ حریف بسیار محکم درفتید رها شود. در بخش کار در زمین یا همون اصول های نوازه که بیشتر و قول ورزشگران ما یعنی سستی میکنند، در همین بخش یعنی اگر کار کنند بیشتر
در همین بخش را اگر توصیه دهم به منفیت خواهد بود. و ادای احترام گذاشتن در لحظه پایانی بدون سلام این موافق ترتیبات فدراسیون جهانی خواهد بود.